سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیوی من. امروز اومدم بهتون یاد بدم چجوری صدای گیمتون رو کاهش بدید. مثلا صدا وقتی میری توی یه دونه گروه، اونجا خیلی اونا هم یواش حرف میزنن بعضی موقع ها. بعد تو از صدای موزیک اصلا نمیتونی صدای اونا رو بشنوی و هرچی بهتون میگه نمیتونی بشنوی. امروز اومدم بهتون یاد بدم. میری توی بخش همین جایی که علامتش زدم، الان براتون میزنم. خب توی یه لحظه این بخش میری توی این بخش یکم میای پایین تر، این سمت رو میگم پایین اینجایی که برات علامت میزنم رو میگم. همینجا میتونید درصد صدای موزیکتون رو به نظرم بزنید روی 30 یا 25 یا 20 تا حداقل یکم گیمتون بدون صدا نباشه. البته این تأثیری فکر نکنم روی چیزتون داشته باشه، منظورم این که صدای تیر زدن یا مثلا صدای پای اینا. اگر تنظیمات دیگه ای رو خواستید 100% بهتون آموزش میدم. عشق من، این دمتون گرم، ممنون میشم اگر چنل من سابسکرایب کنید و لایک ویدیو رو بکنید. دمتون گرم، عشق منی. تا یه ویدیو دیگه شاد و خرم باشید. دمتون گرم، خداحافظ.